اکنون رقابت پهلوانان وزنشان تا 78 کیلو را می‌کنند. در مرحله نهایی اکنون ورزشگران نامور تاجیکستان و ازبکستان قرار دارند. محمد شریف نجمیدینов کبودپوشی در میدان بوده و ایسانов نماینده جمهوری ازبکستان. آمین ایسانов سپاهپوشی که حالا در میدان است. ابوبکر باقیوف در دیدار نیمه نهایی شکست داد و به این دور آمد. داور اشاره میکند گوشتین گرفت بودن و نبودن آن را داوران تصدیق میکنند. این کار چندان خوب نیست برای سوختی من است. هر لحظه اعتراض کردن پهلوان وظیفه‌اش گوشتین گرفتن است. اکنون صلاحیت کار موظف بودن این لحظاتی که میبینیم است کاری خودی داوران نشان میگیرد. گوشتین گرفت امتیاز نیست حرکتی پهلوانی ازبکستانی امید ایسانov پهلوانی ما گرفت. آتا نمره آگاهی با پهلوانی ازبکستان باز این اعتراض میکنند. گوشتین گرفتنشان لازم است. قهرمان جهانند. یکی در کورش دیگری در سامبو. ایسانov در رشته کورش، محمد شریف نجمیدینov در رشته سامبو میان جوانان. ایسانov امید میان بزرگسالان در کورش. دو بار وضعیت را مشکل تر کرد. یک بار امتیازی بدن
مبارزه خیلی شدید شد، خیلی میدونم امتیازی بدن دارد، جرأت میکنه، خیلی هم وضعیت خود رو مشکل‌تر کرد و پهلوان ازبکستانی بدن گرفت. شریف حمله های زیادتر شدند. اشاره بکنم که هر چه زودتر از جای برخیزد و تلاش را ادامه دهد. ازبکستانی از جایش نمیخیزد. امید دوستانم خیلی مبارزه شدید. با دو کتول کشید، دقیقه آخرین هم پشت سر شده ایستاده است. انجام یافت محمد شریف نجم‌الدینov در وزن 78 کیلو حدودی وزنی 78 کیلوگرمی ششمین مسابقه بین المللی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه در شهر دلربای دوشنبه برگزار گردیده ایستاده است. نماینده جمهوری تاجیکستان محمد شریف